بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهانداری جان آفرین، حکیمی سخن اندر زبان آفرین. حمد و سپاس مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم مهمانان عزیز و خاندان مبارک. امروز در این سحر پرفیض پربرکات الله سبحانه و تعالی اولا دیدار یکدیگر دیدن. ما به اینجا خدا خواهد شرکت کردیم. اولا به زیارت شما عزیزان و این موسفیدانی خدا خواهد انشاءالله این دیار نازنین الله سبحانه و تعالی مناسب دید. بسیار ما انشاءالله شکرگزار هستیم. الحمدلله رب العالمین. و دویما انشاءالله این برادر بهرام جان که پدرش خدا خواهد بختیار جان از دنیا گذشتگی بدیم. الله سبحانه و تعالی البته از این انشاءالله سخنهای بزرگ الله و سخنهای پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم و چقدر انشاءالله سخنهای خوب ذکر می شود و این پدرشون انشاءالله الله بهره‌مند بگرداند و جاهاشون خدا خواهد یکی از بهترین جایها الله انشاءالله خدا خواهد سزاوار بگرداند. قبرهاشون پرنور، آخرشون آباد بگرداند. و این بهرام جان امروز روز شادی، روز خرسندی که انسان الحمدلله در یک دور و در یک زمان انشاءالله محتاج به یک جای شدن، جفت شدن می شود. این انشاءالله سنتی رسول الله صلی الله علیه و سلم است و سنت تمامی انشاءالله پیشین از دور آدم تا خاتم محمد صلی الله علیه و سلم انشاءالله این ازدواج ادامه میکند تا قیامت. و انشاءالله انسان در این دور و زمان که خدا خواهد انشاءالله محتاج می شود، امروز این برادر خدا خواهد روزی خرسندیش و روزی شادی است. چنانه که بزرگان دعا کردند اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین آدم و الحوا. پروردگارا به این دین و نوجوان محبت پیدا نما چنان محبتی که پیدا کرده بودی بین آدم و حوا. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین یوسف و زلیخا. پروردگارا بعد این دو نوجوان محبت پیدا نما چنان محبتی که پیدا کرده بودی بین یوسف و زلیخا. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین محمد المصطفى و خدیجه الکبری. پروردگارا محبت پیدا بین این دو نوجوان چنان محبتی که پیدا کرده بودی بین محمد مصطفى و خدیجه الکبری. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین علی المرتضی و فاطمه الزهرا. پروردگارا بین این دو نوجوان محبت پیدا نما چنان محبتی که پیدا کرده بودی بین علی مرتضی و فاطمه الزهرا. و این توی برای هر یکی ما و شما مبارک شود و خداوند این دو نوجوان محبت صمیمی پیدا نماید. و اگر خدا عمرتی از زنده باشیم سال دیگر انشاءالله در این خاندان که آواز کودکی خطاقت جرنگاه زند و در این عقیقه این برادر با شما عزیزان دیدار یکدیگر دیدن و همسو بچیدن الله سبحانه و تعالی الها میسر بگردن. آمین و رب العالمین. خوش آمدین عزیزان من. نوری دیده تاج سر که مهمان عطای خداوندی است. چنانه که ابراهیم خلیل که پدر ملت ما و شما است الحمدلله وقتی که سوال می شود که ملت به کی داری مانده جواب می شود که ملت به ابراهیم خلیل. یعنی از ابراهیم خلیل برای ما و شما 10 سنت موندگی است. انشاءالله
یکی سنتی همین انشاءالله خدا خواهد چی است؟ یعنی ما و شما در ازدواج، یعنی جفت شدنی یک مرد و زن انشاءالله، یک جوان و یک دختر که انشاءالله شرکت داریم، البته این طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم انشاءالله باید که توی کنیم و در این توی انشاءالله خانه جایی که قال الله و قال رسول الله هست، سخن ائمه های دین است، در اونجا انشاءالله رحمت آفریدگار است، رحمت اجداد و باباهای ما و شما است. الحمدلله ما چند سخن درباره داماد و چند سخن درباره عروس عزیزانی من صحبت میکنیم، وقتنا بسیار نمیگیریم. انشاءالله خدا خواهد یعنی چند وظیفه بالای مرد است و چند وظیفه بالای زن است عزیزانی من. اول از مردا را خدا خواهد بیان میکنیم، بعد از آن انشاءالله از زنها را بیان میکنیم. عزیزانی من در اسلام 5 حق بالای مرد است. 5 حق باید که مردا نسبت زنها ادا کنن، واجب است عزیزان من. 5 حق اگر ما و شما اجرا نکنیم گناهگار میشیم عزیزان من. حق باید که انشاءالله خدا خواهد مردا انشاءالله خدا خواهد چیکار کنیم؟ ادا کنیم. یکی همین انشاءالله خدا خواهد عزیزان من یعنی مهر است. ما و شما ملاها داملاها وقتی که عقد نکاح میبندن ما و شما مهر گفتگی چیز است. یعنی خدا خواهد این مهر خودی از آدم تا خاتم ادامه میکند. همین آدم علیه السلام هم از قرغه چپش تاریخش بسیار است. ما هوا را خدا آفرید، بعدی آفریدن زمان دیدن زمان طاقت نکرد، دست درازی کرد، گفت خدا گفت دست بکش. اول گفت نکاح می شود، بعد نکاح گفت چی می شود؟ یعنی حقش میتی نه، گفت این پولش میتی. حضرت آدم که من هیچی ندارم چی بتیم؟ گفت که 10 مراتب محمد نه صلوات گفت اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم. همین صلوات 10 مراتب 10 درهم شرعی شد، از آدم تا قیامت دوام میتید. اگر کسی که مهر دختر ادا نکند و از دنیا گذرد پیش الله نه گناهگار میشود و همچون دوز حساب میشد از روز قیامت محشرگاه، دوز میخست از خبر. عزیزانی من این مهر ادا کنین. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در زمان زندگیشو یک میگد مرد وفات کرد میگد پیغمبر در جنازه اشتراک کردن، یعنی تابوت برداشتن که بسیار وزمین است. گفتن همین یگان کمبودی داشته باشد. بعد گفتن صاحب همین کی است؟ یک زن آمد میگد. گفتن برای چی؟ این گفتن یگان گناه داشت. چی داشت این شوهری تو؟ گفت که شوهری من گفت حق مهری من دادگی نیست. گفتن پیغمبر اسلام گفتن که نباشه. گفتن زن گفتن که من بی همین حق مهر به حق پیغمبری من میگذاری؟ گفت نمیگذارم. من بگفت زن گفت اگر حق مهر در راه رضای خدا تعالی گذاری پگه در جنت قصرت بنا میکنن، قصرهای پاشانشین. گفت من نخت بنسیه آلیش نمیکنم، پول متیه. گفت پول چند قدر است؟ گفت 4 درهم است. گفت پیغمبر علیه السلام ردای مبارکش کشیدن. بینین ردای گفتن که حضرت علی داده گفتن راه فروش بیار تا ای که این زن راضی کنیم پگه مرد به عذاب گرفتار نشود. از دانی من این بازی نیست. حق مهر ادا کردن واجب است در گردن ما و شما. خدا در سوره نیسا میگه که شما حق مهری زنها را در دنیا ادا کنین. میگه همون پول از زن داد میگه، بعد میگه جنازش خوندن. عزیزانی من حق مهر ادا کنین. یا که کدام زنی که میگه اگر حق و مهرش برای رضای خدا گذرد او زن جنتی است، لیکن و اختیار در زنک است. عزیزانی من اختیار در ما نیست. و چون که پولی زن است و نه پولی پدرش است نه پولی مادرش است نه حق شیرش است نه بلاش است. این نیست. خیلی اسلام در خیلی پول نیست، فقط برای همون دختریش چیکار میکنیم؟ ما حق میتیم ادا کنیم. انشاءالله در همین دنیا ادا کرده گیرین الا پیش الله نپگه دعوا کنه شرمنده میشین. بینید دویم انشاءالله زن به خانه تامین کردن عزیزانی من چی است؟ وظیفه مرد است. ما بچه هم از فاند خودمو زن میتیم. از فاند خودمو زن دادن شرط نیست. زن با مرد باید که خودش
کار کند پول یابد زن گیرد، خودش زن گیرد. به خانه، 3 خانه در اسلام سنت است عزیزان من، 3 خانه. انس واعظی گفته کتاب نمیگه که برای هر یک آدم 3 خانه، 1 خانه برای یعنی زن و شوهر علای داشتنش در کار. ممکن نیست شما به زن و شو عروس و کلین و همه در یک جا خبرید، ممکن نیست. 1 خانه برای زن و شوهر علای داشتنش در کار، 1 خونه برای خدا خواهد بچه هاشتنش در کار، 1 تا مهمان خانه. اما مهمان خانه دیگه چی؟ یعنی مهمانایی که می آید، من چه شب ما در مهمان خانه داملا الحمدلله مهمان شدیم، همچون مهمان خانه این خانه سنت است. ببینید خانه را زکاتش همین مهمان خانه بدست عزیزان من. باید ما خانه کنیم، 1 به خانه برای مهمان خانه نیت کنیم انشاءالله که آرزوی مهمان کنیم، چون که مهمان عطای خداست عزیزان من. ببینید باید که انشاءالله خدا خواهد ما خانه ترتیب دهیم. دوم، خوراندن و پوشاندن وظیفه مرد است عزیزان من. اگر ما و شما بای باشیم در طبق مذهب امام اعظم رحمت الله علیه باید نفقه بایی تیم زنه کنه، هر روز آش کرده بتیم. اگر میانه حال باشیم، نه بای نه کم بغل، میانه 1 آش 1 شورباش میتیم. اگر کم بغل باشیم بادی یافت، یعنی تامین خوراندن. یعنی اسلام در مرد زنک میپاید، زنک مردک نه. باید ما شما انشاءالله زنها را به خوراک، اگر میگه در بازار ششلیک خوری، زنتونه باید ششلیک بیاری. چیزی که آرزو میکند دلت میخرد باید زنم تامین کنی، چون که زن دست نگر است. طوری زن در یک خانه میشیند بیچاره دستی ما شما را نگاه کرده میستد که مردک چی میآورده باشد. اسلام همین است انشاءالله خدا خواهد. چی خوری میخورانیش عزیزان من. تامین کردنی به خدا خواهد میوجات و بنان و به گوشت و روغن، این صدقات بهترین افضلترین گفت رسول الله همان است که در دهن زنش میگذارد. مقصد زن و دخترکا بچه هاش میخوروند، از یک چیز کمش نمیکند انشاءالله خدا خواهد. یکی دیگرش چیزی که میگه پوشی پوشونش. خودت $100 لباس آرزو میکنی، زنتم همون روز کرته خریدی، زنتنا کرته میخری. همین روز پاتینکه خریدی، زنتنا یعنی پاتینکه ماستی خودش زنانه باید که بخریمش. این سنتی خدا خواهد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. من از این زن مردا چی افسوس میکنم؟ مرد شده خدا خواهد انشاءالله زنش تامینات کرده نمیتونه. چای خونه میشیند، دیگر جا میشیند، دیگر کار میکند. افسوس که خانهش خدا خواهد به گوینج، به گوشت، به نان. چقدر مرده ما. زن نگد یک هنر دارد. فردوسی بزرگ نگد زنها را بس از یک هنر، نشینند در خانه و زاین شعرانی نر. آزنه که وظیفهش همین شعر بچه ها تولد کرده نه. آخ با برمده خدا خواهد مردی کاری کنه باید خودت بگو آخ چه انصاف است. ما باید که خدا خواهد تامین کنیم، ما باید که چای خونه نخوریم، شریک بازی نکنیم. اول چی؟ بهترین نعمت میگد پدر و مادر خوراندن است. پدر و مادر خدا خواهد نفقش در دوش من و شما است. عزیزانی من باید که ما پدر مادر که بیچاره بخورونیمش، بپوشونیمش انشاءالله، و زن و فرزندکار الحمدلله بزان و نعمت تامین کردن وظیفه ما مردها است عزیزانی من. بینید یا که لباس من 2 خیل نمود لباس است، بهارانه زمستانه. بهار نمیگه یک قبل لباسی بهاریش خر، زمستانه لباسی زمستانیش خر. در خونک مثال بیچاره به یک لباسی تنگ نگردد. بینید یکی دیگرش میگه ناحق زن نزن، زن ناحق حقارت نکن. این گناه سخت‌ترین است، علامت منافق 3 است. یکی دیگه یکیش میگه اگر جنجال کند حقارت میکند. دوره های رسول الله زنده بودن پیغمبر علیه السلام. یک زن آمد پیش رسول الله شکایت کرد، گفت که یا گفت محمد گفت همه شوهری من گفت فقط من پدر لعنت میگد. از ما شما ما داشتگی است کو از زنها هم همین هستیم بکنم پدر لعنت، صغیره، یتیم، دعای بد.
میدانید معنای پدر لعنت چی است؟ معناش ناامید از رحمت خدا گفتگی دعا است. خدا به شما بچه که داده، دختره که داده، با دعای بعدش میکنی از رحمت خدا. از رحمت خدا ناامید همون ملعونه، شیطانه که به خدا رحمت خدا در لایق نیست. ما لایقیم الحمدلله، گرچه گناهگاریم، 1000 میلیون گناه داشته باشیم، انشاءالله از رحمت خدا ناامید نمیشه. میگه گفت چیکار کنم محمد؟ گفت از زندگی دلگیر شدم، فقط می آید گفت خدمتشم بکنم پدر لعنت، کارشم بکنم پدر لعنت. بعد گفت که من نبی گفت دخترم پدر زنده است؟ گفت که پدرم وفات کرده است. پدر شوهرت کجاست؟ گفت پایم وفات کرده است. نباشم گفت سری قبری هر دش برو یک کفی خاک گیر، یک کفی خاک گیر، گفت بیار در یک خلطچه اندازو، نام پدری خط نویس، نام پدری همون بچه رو نویس از دانی من. گفت بعد در کاس کشال که هر باری که پدر لعنت گوید نشانش ده. میگه همین که زن کرد، میگه وقتی که آمد با سر کرد پدر لعنت پدر لعنت، بعد میگفت نشانش داد، دید که همون خلطه که نام پدرش بود بچه را لرزیده است. گفت ای مرد، گفت آخی من همین قدر خدمت تکنم، حرمت تکنم، عزت تکنم، بجا بیارم با تو پدر لعنت کجا رفته است؟ همین لعنت هم بالا میبرمده است، گیر میگشته است، ناحق باشد با فرشته عادت در سرت میزنن. ببینید نکنه این کار خدا خواهد انشاءالله. باید اخلاق محمدی نیست که فقط از دهن شما خدا خواهد انشاءالله نجاست ریزد. سیدای مانده زنها دورمده سی اندام جان از حیات دلگیر شدم، نه خواهر من میموند، نه مادر من میموند، نه اپا من میموند، حقارت میکند شوهرم، گفای چخور میزند، از زندگی هم دلم خنک است. میگه که بعد مهر نیست، محبت نیست. در کجاست مهر و محبت؟ در دو آدم. اگر لوست شیرین که باید که انشاءالله خدا خواهد ما مسلمان ها الحمدلله از این دهانی ما و شما سبحان الله الحمدلله الله اکبر براید، نه اینکه حقارت، نه مادرت فلان، نه خواهرت فلان، نه انشاءالله خیش و تباری اقربای و بیان گناه ها یاد کنی انشاءالله خدا خواهد. این خیلی نیست اسلامی عزیز. باید محمد بینین در دوام خدا خواهد 63 سال عمرشون، اگر کسی که گوید که محمد حقارت کرده است بیا من $100 میتیم. یافته کتاب های تاریخی محمد از چی؟ محمد در حیاتش مادر گفته حقارت کرده نیست، در حیات زن گفته حقارت کرده نیست، در حیاتش خواهر گفته حقارت کرده نیست. برای چی محمد از زنهاش دوست میداشت؟ میدانی؟ من خدیجه را حکایش برای شما میارم. همین خدیجه میدانین اولین زنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. رسول الله 25 ساله بود، خدیجه 40 ساله بود. 15 سال از خودشو کلا نگرفتگی است. رسول الله صلی الله 2 تا شوهر کردگی بود، بچه ها داشت. ببینید وقتی که میگه پیامبر علیه السلام با خدیجه چنان زندگی کرد که بعد وفات خدیجه هم شیرینی های زندگی از دهنش نمیرفت، عموما نمیرفت. من شما مثال میدم، ما شما مردکان کارا را ژنسکا موزیک گفتگی جدا کرده هستیم. گویا که فقط مردک هم برفته کار شکر میآید، شب خواب رفتنش در کار دیگه هیچ کار که نه. این طبق سنت رسول الله نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم بز جوشیدگی است، رسول الله صلی الله علیه و سلم خانه رفتگی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی لباس خودش میدوخت، پتینکاش خودش میدوخت، حتی آبی طهارت خودش تیار میکرد. عایشه صدیقه عرض گفتن که در حدیث صحیح است یا رسول الله همین آبی طهارت ما تیار کردیم میشود آخه قدر ما زنها شیشتیم. گفتن اگر من خودم بتونم و شما را امر کنم ظلم کردگی میشم. ما شما تمام ژنسکای مسکان ای کافرا، ما شما ژنسکای مسکان جدا کرده همه کار در بالای زنک. حتی رسول الله نون بستگی است. عایشه صدیقه فاطمه مادرمون پیش دورمدن، حدیث صحیح است، دورمدن که عایشه فاطمه نون بسته است. همه سانده بیا دخترم تا من یک طرف بند گفته لباسای همون نون بنده که فاطمه مادرم نگرفتن، میگه طرفی راست نه رسول الله بستن، طرفی چپ نه فاطمه مادرمون.
بعد میگه دهنی تنه را محکم کردن، سنت بود است دهنی تنه را محکم کردن تا که گرمی بیرون نبراید، نون خوشرو بپزد. دهنی تنه را محکم کردن، میگن به یک پس صبح که همتن دخترم خیز با نانا نسوزد. میگه فاطمه دیده تو، میگه دهنی تنه را کشید که نانایی که پیغمبر علیه السلام بستگی است نپخته است. نانایی که خدیجه یعنی فاطمه مادرمو بستگی است پخته است. گفت پدر جان، گفت عجیب واقعی، گفت نانه که شما بستین نپخته است، من بستم پخته است. گفتن نمیدانی دخترم، دستی من کدام چیزی که رسد و در علام نمیسوزد. پیامبر اسلام السلام کسی را که دست کدی سیله کند آتش دوزخ برای حرام است. گفتن دخترم از دیگه تیارش که بند میپزد. من گفتم مهرم آمد. نسبت دخترش بینین، نسبتی که دخترکش میری محمد علیه السلام سوخته. گفت بیا بعد دخترم همین قدر گرمای مکه بلند است، یا همین دت یک نان تمام بندم. بینین چنان مهربان بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم. حتی هزیل مذاق کردن سنت از بدنها. میگه وقتی خانه دلمده قواقات ننداز مثل بارون. کوچن یک دختری خدا خواهد همسیم تو بینی، یک زنی بیگانه را بینی چخ میکنی خدا خواهد انشاءالله. خط فقط جمع کرده با لوات راست کرده خدا خواهد کاشات کرده همسین فکم بلا بدتر. بعد خونه میدرد بیچاره زنت مردک اسم آمدی ها اومدم ها کاری چه اومدم ها زد که نیست. و بعد کجا محبت میشوه؟ و تو محبت همین دته چیز میکنه همین میکند. با دنیا یک باید میکند، دنیا نماشون میکند همین زن میکند. با خاک یکسونت میکند همین میکند. زنی فرمان برداری پادشاه، کند مردی درویش را پادشاه. شیخ سعدی میگد همه شم غم خوری غم مدار، همه روز غم خوری غم مدار، که شب یاری موافق بود در کنار. دلارام باشد زنی نیکخواه، ولی از زنی بد خدایا پناه. اگر زنت خدا خواهد انشاءالله با ادب باشد، با عقل، با حجاب و با نماز و با روزه و خدا جو با حجاب باشد انشاءالله پادشاه میکند. اگر کمخل باشد اکونومیست باشد، با نه خدا خواهد صرفکار باشد زدن گیرد. چه بیچاره در شهری روز کار کنی کنینجا خورد این غروندن گیرد، چه خونه بچه خونه کوچه با کوچه و مرکه با مرکه خدا خواهد بانکراتت بکند. زن باید که انشاءالله صرفکار باشد. بینین از زانی من انشاءالله خدا خواهد. زن باید که انشاءالله خدا خواهد. حتی صحابه میگد ما برای زنهام خدامون زینت میدادیم. بینین باید ما و شما مردم خدامون خوشرو کنیم پیش زنهامو، لباسای خوب پوشیم انشاءالله خدا خواهد. مولوات بگیر آقی یک دندونکات اشتاخ جاگت اومد یک عطر زدن سنت. پیغمبر میگه که حبیب من دنیا ثلاثون، من از دنیا گفتن سه چیز دوست میدارم. گفتن چی است و یا رسول الله؟ گفتن که یکم الصلاه، نماز دوست میدارم. گفتن شما نماز بخونید؟ گفتن این چون که نماز گهواره چشم محمد علیه السلام بود. گفتن شما نماز بخونید، نماز دوست میداشت. انشاءالله خدا خواهد نماز هیچ کس خدا خواهد رای بد نبرده است. عزیزانی من کسی نماز خون میشود میلیونر میشود انشاءالله خدا خواهد. برای چی؟ گناه نمیکند. وقتی که گناه که کردی بلا زدن میگیرد. اگر زیناگر شی خدا خواهد انشاءالله بلا منتظر شدنگی. پیغمبر میگه دو چیز گفتن در بین مردم مشهور شود بلا را منتظر شوند. زنا پرسنت، اگر زناگر بسیار شود پرسنتچکا بسیار شود، پرسنتی حرام اگر زیاد شود میگد بلا را قشلاقات خریدنگی میگد. برکم در دست من و تو است عزیزی من، در دست من و تو. میگد نماز گفت پیغمبر برپا دارین. یکی دیگرش میگد خوشبویی زدن، عطر زدن سنت است عزیزانی من. همین عطر زده گشتن برای مردکا در کوچه ها در مرکا سنت است. پیغمبر سنت دوست می داشت. العطر یعنی عطر پیغمبر دوست می داشت. دائم خوشبوی شه می گفت. حتی من مسجد روا نه توصیه پیغمبر وقتی که میگه شما با مسجد میری باید لباسی بهترین پوشی. لباسی که رباط چی نه کاری کتی مکروه است. با لباس رباطی نماز خوندن مکروه است. میگه خودت خوشبوی زن، دندانکات شو، حتی چسناک و پیاز خم و
پنیر رو دیگر ساخری با مسجد نزدیکی نکن تا که از دهن بوی تو فرشته ها آزار نکشن. همسایه بیچاره پهلوش دگید از بدن بوناک ما و شما نفرت نکند از ظالمان. برای چه در روز غسل جمعه غسل سنت کرد پیامبر سلام؟ یک بنی تمیم گفته که قوم در دورمت کی و یا